هر کی اینجا تو مأموریتش تو دنیا، تو بندگیش تو دنیا ترسید از خدا، مبنای زندگیش بر خدا ترسید و تقوا بود، هر کی اینجا ترسید آخرت دیگه نمیترسه. حتی میگن مؤمنین از پل صراط طوری رد میشن، یه عده از مؤمنین که تو دنیا، ببینید اصلا میگن صورت مثالی پل صراط همین الان زیر پای ماست، از تیغ تیزتر از مو باریکتر، همین مسیر شریعته، مسیر دینه. کسی اینجا این مسیر رو خوب طی کرد اونجا هم خوب طی میکنه. حتی یه عده مؤمنین هستند میگن از پل صراط رد میشن، بعد سوال میکنن این پل صراط کجا بود؟ اینقدر ما رو میترسونه، اون کجا بود؟ میگه شما رد کردید، رد شد، تمام شد، اون مال شما نبود. شما جایی که بعد میترسیدی بگید ترسیدی.